فصل 4. پس از آن نگاه کردم و در آسمان دری گشاده دیدم و همان صدایی که من در آغاز شنیده بودم مانند شیطوری به من میگفت بالا بیا، من آنچه را که باید بعد از این رخ دهد به تو نشان خواهم داد. روح خدا مرا فرا گرفت و دیدم که در آسمان تختی قرار داشت و بر روی آن تخت کسی نشسته بود که مانند یش و عقیق می درخشید و در گرداگرد تخت رنگین کمانی بود به درخشندگی زمرد. در پیرامون این تخت 24 تخت دیگر بود و روی آنها 24 پیر نشسته بودند. آنها لباس سفید به تن و تاج زرین به سر داشتند. از آن تخت برق ساطع شد و غرش و رعد شنیده می‌شد. در جلوی تخت 7 مشعل سوزان می‌سوخت. اینها 7 روح خدا هستند. همچنین در برابر تخت چیزی که مانند دریای شیشه یا بلور بود دیده می‌شد. در اطراف و در 4 گوشه تخت 4 حیوان قرار داشت که بدن آنها از هر طرف پر از چشم بود. حیوان اول مانند شیر بود، دومی مانند گوساله، سومی صورتی مانند صورت انسان داشت و 4می مانند عقابی پرگشوده بود. هر یک از این 4 حیوان 6 بال داشت و بدن آنها از هر طرف پر از چشم بود و شب و روز دائما می‌گفتند قدوس قدوس قدوس، خداوند خدای قادر مطلق که بود و هست و خواهد آمد. هر وقت حیوانات آن تخت نشین را که تا ابد زنده است تجلیل و تکریم و تمجید می‌کنند، آن 24 پیر در برابر تخت نشین که تا ابد زنده است سجده می‌کنند و او را می‌پرستند و تاج‌های خود را در جلوی تخت او می‌اندازند و فریاد می‌زنند ای خداوند و خدای ما، تو تنها شایسته‌ای که صاحب جلال و حرمت و قدرت باشی، زیرا تو همه چیز را آفریدی و به اراده تو آنها هستی و حیات یافتند. E a roda por dentro estavam cheios de olhos. E não cessavam de dia e de noite de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus onipotente, o que era, o que é e o que há de vir. Quando aqueles animais davam glória, honra e bênção ao que estava sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostraram diante do que estava sentado no trono e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos e lançavam as suas coroas diante do trono dizendo: Tu és digno, ó Senhor nosso Deus, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, pela tua vontade é que elas eram e foram criadas.